اصلاحاتی که در زمان استقلالیت با املا و صرف و نحو تاجیکی وارد کرده شد زبان را برای بخشی از ساکنان تاجیکستان دشوار فهم کرد. بیننده و خواننده میان سال تاجیک در برخی موارد برای فهمیدن عباره‌هایی که در تلویزیون صدا می‌دهند و یا در نشریه‌ها چاپ می‌شوند مشکلی می‌کشند. برای نسل جوانتر که از روی املای نو تعلیم می‌گیرند درکی کلمه‌ها به مراتب آسان‌تر است. تاجیکی عادی باشه که خلق میخوندگی فهمده زبان تاجیکی را. ایرانی ای دیگه زبانو میشه این نفهمو ای بسیار تاجیکی عادی نمیفهمه این چیزا را. همه کتابایی که ما میخونیم یک محل یک روز دیگه وای خیلی در دور یوشی در دور سوز ما میخوندیم باز این حرفا تماما معناش نمیفهمیم که چی گپای. نیمو داد شکل خدا سونه زبانی تاجیکی خدمت خوندن منوزی و بشه دیگه شده آسان‌تر نظر به اولا. تغییرات در املای زبانی افراد زیاد را در تاجیکستان سردرگم کرد. برای از خود کردن املای نو اکثریت خواهش، وقت و یا امکانیت ندارند. تغییرات در زبان دولتی تاجیکستان در سالهای 2009-2011 صورت گرفت. شما تصور کنید بیشتر آنهایی که در این سالها مؤسسه های تعلیمی را ختم کردند قاعده های زبان مادری را آن وقت آموخته بودند. برای از نو آموختن قاعده ها برایشان فرصت لازم است. تنها کافی است که به سامانه های تاجیکی نظر کنیم. آنجا اشتباه ها خیلی زیاد است. حتی سامانه هایی که در حدود تاجیکستان فعالند غلط های زبانی دارند. در کمیته زبان تاجیکستان میگویند تقریبا همه مطالب تاجیکی دانشنامه ویکیپدیا غلط های املایی دارد. حالا مقامداران نمونه های اشتباه های رایج را تهیه کردند و از مؤلفان مطلب ها اصلاح این غلط ها را تقاضا میکنند. Ошибки как грамматические, так и стилистические ошибок очень много. کمیته در سامانه خود معلوماتنامه را نشر کرده است که نشان می‌دهد چگونه این غلط ها اصلاح شوند. این پیش از همه مسئولیت خود مؤلفان است. متاسفانه کمیته قدرت فرا گرفتن تمام معلومات هایی که در ویکیپدیا با غلط چاپ شده اند و باید اصلاح گردند ندارد. آنهایی که پیوسته برای ویکیپدیا تاجیکی مطلب می‌نویسند میگویند برای اصلاح غلط وقت ندارند و این معلومات نامه را در وقت خالیشان در دانشنامه وارد میکنند. اما به هر صورت آنها گفتند تلاش خواهند کرد من بعد بی غلط بنویسند، ولی به کارمندان این کمیته توصیه دادند که خودشان به اصلاح اشتباه ها مشغول شوند. از نگاه من سواد زبانشناسان بهتر از دیگر ساکنان تاجیکستان است. آنها باید در مثال خود بی غلط نوشتن را نشان بدهند. من 2 سال می شود گرداننده ویکیپدیا تاجیکی هستم ولی ندیدم که نفری از نمایندگان کمیته حداقل یک مواد را به زبان تاجیکی بنویسد. در ویکیپدیا تاجیکی فعلا بیش از 900,000 معلوماتنامه نشر شده است. با گفته مسئول بخش تاجیکی این دانشنامه تعداد آنهایی که برای ویکیپدیا معلومات می نویسند چندان زیاد نیست. از این خاطر جای داشتن بعضی غلط ها در این نوشتجات باقی ندارد. مهم این که مطالب وارده دقیق و جالب باشد.